نشر تصاویر تازه، عجیب و غیر قابل باور دلانگیز در صفحات مجازی دلانگیز با لباس‌های برهنه ظاهر شده است. وی کاملا لباس‌های بدور از فرهنگ افغانی بر تن می‌کند. دلیل دوری وی از هنر موسیقی چی بوده است؟ آیا وی بار دیگر ازدواج کرده است؟ و گفتنی‌های تازه وی درباره همسر اولش. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. دلانگیز هنرمند جوان، چهره شناخته شده، محبوب و مطرح در میان مردم افغانستان، علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. این هنرمند محبوب از زمانی که با شوهرش آهنگ‌های دوگانه‌اش را می‌سرود در میان مردم افغانستان شهرت خوبی پیدا کرد. آهنگ‌هایش مورد حمایت گسترده افغان‌ها قرار می‌گرفت، اما این تازگی‌ها از همسر دومش هم جدا شده است و کاملا راه هنر موسیقی را برای مدتی است که ترک کرده است و دیگر نخواسته است کارهای هنریش را ادامه بدهد. این همه در حالی است که دلانگیز هنرمند خوب کشور در میان مردم افغانستان دوستداران خاص خودش را دارد. علاقمندانش کارهای هنریش را مورد حمایت خودش قرار می‌دهد و در کشور ترکیه زندگی می‌کند و در آن کشور مانند قبل به کارهای موسیقیش می‌پردازد. در محفل خوشی هموطنان افغانش اشتراک می‌کند. تصاویرش به نشر می‌رسد که وی تاکنون چندین بار عمل جراحی زیبایی انجام داده است و به همین خاطر رقابت عجیب با آریانا سعید دارد. اما این که دلانگیز چرا لباس‌های کاملا برهنه بر تن می‌کند تا کنون دلیلش معلوم نیست، اما گفتنی‌هایش درباره همسر اولش غیر قابل باور است، ولی هر انسان خودش می‌داند و زندگی شخصیش. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر شما خوبان را به الله منان امانت گذاشته موفق کامیاب باشید.